حالی دانی من در کافه آذربایجان کار میکنم در پادوال در بین یک مالدوان و خواهی چند تا خالی کنم من در اینجا خون تا خواهم اینه یک زنم در بین این قدر مردک اینه که من دختر یاشو من 29 دوم اینه این ایزا بکشین این مردمی توجیک این عیب بدونین ایزا بکشین اینی وجدان تان در کنه که دختر توجیک در بین این قدر مردک در پادوال خواهی من یک دختری تا قیم بله همه یک گپ شود برویم بین شهر برویم دخترایی که در افیر نویسادن مادرای تاجیک به پیش ما زنا خودمون اگر پیش نبرویم مردکو نمیبرویم سلامت باش رحمانov سلام علیکم. و علیکم سلام. من پیشتر یک وای شما در زنگ زده بود که وقتی درباره تاجیکستان گپ میزنیم و یا وجودش در میکرده. این چند سال شد که در تاجیکستان پدر مادران ما را سطرهاشون میگیرن میبرن تجاوز میکنن بچه های تاجیک برو در ترمه عذاب میتین یا را میشنوه برای چی وجودش در نمیکنه؟ بله برای چی؟ کسل در همه جا هست نه که در تاجیکستان ها آمد در تاجیکستان برای این ما گفته سیم که پینهان کرد برای چی پینهان کرد؟ برای خچ ریکارد کردن برای ایزا بکشکی مهاجران آمده مسکو نبرد برای انمی پینهان کرد که وقتی که مقصد یا وقتی شا که من اونم دراز گوزم که برای ما مهاجران من آوردم که انا وای نشید این مردی ما کسال نشید نه که 3 ماه پیش این کسال بود پناه کرد این خیانتی دولت نخود که همه خیلی وای کنی یا خیلی خطانه مردک میگیرن زوری میکنه حاضر ما در نیم دانیم همین در مسکن در کرانتینم حاضر چند این ما حال 8 ماه شد در مسکن اومد یکم برای 8 ماه شد در مسکن چند بچه تاجیک مرا گام میپرته یا خیلی بچه تاجیک که من حقارت میکنم دشنام میکنم نان تون میویا تو کی مر حق را میزنین کو چو برای یک خاینی دولت نمیخیزه برای چی خطانه یگید میگیره مردم یگیدتان در روی زنک معنی قشا میدونم که مردای تاجیک مردگی تا در روی زنک در روی پرزه نیست فهمیدی خاین او خاین ما گفتنیم که یک آدم 2 آدم قطعی نمیشه رنگی ترکیه و رنگی دیگه جوار در رکورد باید ما مونیم که ما تاجیکیم ما باید نمیخواد بین شهر برویم نمیخواد ای دولت نمیخواد آزادش کنیم برویم بروه این خیلی وای ناموس نداره ناموس نداره این خیلی به خوبی نمیبروید ایزا نمیکشه اگر وای ایزا میکشید در سر مذهب دخترش نمیمون بچه‌ش نمیمون bez مایلیست همه خیلی هست به ناموس ما به همین زنکی نان گرفتم آمدم برای 3 کودکم در این مسکو عذاب کشیده کار کردیسم نه که این قدر در اینترنت این قدر در تمام دولت اعلان و نامه همین خواهی نمیبره با فخر کرده با بچه‌ش مونده همین یک گپی چیده زیاد کنین و مرا انا همین سوارچیک پرزیدنت میشه یا که فوتبالیست وای میشه جای پرزیدنت گرفته میتونه به سواد آدم دولت چه خیلی پیش میبره به سواد آدم همین رو بفهم به سواد آدم دولت پیش بردن نمیتونه همه یک گپ شود برویم بین شهر برویم این به خوبی نمیبرومده دارن مراجعت گجایی کردن کمک از گجایی میگن یا که نه همین رنگی ما گشنه تشنه بیچارون او عزت امان و آیت الله و یا بخ خدمت کرده بیچاره خورده است تا کی عزت امان باشه نمیکی باشه آخه ما دولت داریم ما به صاحب نیستیم کو بله حالی دانی ما در کافه آذربایجان کار میکنم در پادوال در بین یک مالدوان و خواهی چند تا خالی کنم من در اینجا خون تا خواهم اینه یک زنم در بین این قدر مردک اینه
اینا که ما دختری یاشو ما 29 دم اینا این ایزا بکشین این مردمی توجیک این عیب بدونین ایزا بکشین اینی وجدان تان در کنه که دختر توجیک در بین این مرد در پدوا خوای ما یک دختری تا قیر بله بله ایروی بپلی من میدارم که خوب ایروی بپلی ایروی چی شکمک مسیر میکنی نمیجی یگون کارش یوردا میکنم من پدوا بپل خوب اینا وجدانو درک کنه دیل درک کنه این مرد کی زور این جدا دیل درک کنه دختری توجی که ما با نام الله کو گیرم اومد که بردین در او خیلی این قدر گپا و این قدر چیزا این در کجا رسمیه این دا وجدانو درک کنه پگا ایرا بردن پگا فردان تر می نبیرای تر میبره دختری تر میبره مادری تر میبره پراویل نه بله بله درست است متاسفانه چنین هم هست امروز مردک شمان این حالت مردک شمان برایم داینو خیلی میترسن به این میمری همین پرزیدنت کش تاکتانو به این میمری به پرزیدنت شما میمری در مسکن می یا محیط خیلی شو هم میمری بله بله او یکی چیده مردان در کار یکی چیده بله سلامت باشین این مردان نترسین این همه میمره این روز نمری پگای دیگه میمری نکن مردک شده یکی چیده مری بله تشکر سلامت باشین یگام آخر سخن گفتنی دارین خیلی گفتنی دارم که مردکا من اینم میازنم که من میخیزم درباره شما من میخیزم نه که مردک شما بخیزن دولت بروی برو بیا جنگ به جنجال برو برای چی ما برای پدر مادر ما برای فرزندان ما جان کندیسه یگان جنگ به جنجال نشود زنده باشین ای خیر با خوبی بیا جنگ به جنجال می پاپ شما رو بروی سلامت باشین دولت هده کدن میتونه ناموس ما رو هده کردن میتونه بروی سلامت باشین بله تشکر زیاد خدا نگهبان زنده باشین بسیار جواب خوب برای کسایی که تعریف میکنین لاف از جوانمردی میزنین واقعا چندین برنامه ها هست که امروز زنها مردها را با یک شیوه حرف میزنن که اصلا جوانمردی تا گویا نمونده است شرم بکنین جوانو بیاین یک غرور جوانمردی مرد بدن بسیار چیزی مهم است جوانمرد بدن بسیار یک نیرو است بسیار یک نعمت است اگر داشته باشین